بنابراین بعضی علما گفتن که از نماز نافله دیده ایستاده تجارتی نافله فایدهش بزرگ است، ثوابش عظیم است. برای چی؟ علل خصوص برای آن آدمی که با نیتی خدمت به این دینی مقدس اسلام تجارت میکنه. برای اینکه یک انسان به 10 سوم سر میشه، اگر فقط همین ریسک خودتون فکر کنید 10 سوم 5 سوم کدی سر میشه، لیکن تجارتی عظیم، مهنتی زیاد برای چی لازم؟ مقصد برای دستگیری اسلام باشد. ثواب این آدم از آن آدمی که نمازهای تهجد و نمازهای نافله روزانه میخواند به جای مشغول شدن به تجارت، از او دیده بهتر هستند. برای چی؟ برای اینکه فایده آدمی که تجارت میکند و به اسلام خدمت میکند متعدی هست، به دیگرها میرسد. اما فایده آن آدمی که نماز میخواند فقط برای خودش هست. بنابراین هر عبادتی که فایدهش به دیگرها میگذرد، فایدهش عمومی هست، ثواب وی بزرگتر است از آن عبادتی که فایدهش خاص برای یک آدم است.